سلام دوباره. اما الله مجلسم با بوجوخ کمپتیت بوجوخ کمپت خید و یا سلام هموطن. دوستای گرامی، درس امروزی ما درس 22 است که درباره لویکانس یا هالیدی. لویکانس که است دوستای گرامی رخصتی را میگوید که خواستیم درباره ازی بعضی معلومات به شما جمع آوری کردیم و خدا کنه که مورد پسند و علاقه تان قرار بگیرید. این هم دبیتیود و طور معمول هم کدام فهرست ما و شماست که ما شما در این مرحله رسیدیم و بخیر بعد از چند درس ما و شما موضوع A1 تمام می شود و بخیر با A2 اگر خواستین پیش میریم، اگر نخواستیم شاید کدام موضوع دیگه یا کدام چیز دیگه باز با چینل به خدمت هموطنان پیش کنیم. درست است؟ خب دوستا دیگه بیاین که درس آغاز کنیم. دوستان گرامی، در سلاید اول میبینین مو اسانسیل دی فرانسه ببخشید مو اسانسیل دی ویکانس ان فرانسه. مو اسانسیل دی ویکانس ان فرانسه. essential French holiday words. به فرانسوی که در رخصتی لازمه کلمه ببخشید در پشتوش البته گفتم براتون کلمات ضروری تعطیلات در فرانسوی و یا کلماتی که شما ضرورت دارین به رخصتیتان استفاده میکنین. درست است؟ البته از یادم رفته که ویدیو بدریسته، معذرت میخوایم دوستان. البته در یاد داشته باشین دوستا، کسایی که پشتو گپ میزنن میتونه که در پلیلیست پشتو یاد بگیرن و هر دوست ما که دری گپ میزنه میتونه که می جایش است و از می استفاده کنه. لغت نخست که کتیمو هست که البته طور معمول بعض لغت ها رو براتون چند بار تکرار میکنم تا که کمی بهتر بفهمید. صحیح و یا بهتر تلفظ شاید بگیرید. ا پاسپور، ا پاسپور، پاسپور مطلبش پاسپورت است، ایره خود کلتان میفهمید. یک پاسپورت. لغت بعدی که هست لان رجسترمو، لان رجسترمو. او اگر الش تلفظ نمیکنید آن رجسترمو، آن رجسترمو. چکن، ورود یا کنترل ورودی. زمانی که شما داخل میدان هوایی میشین و پاسپورتتان به کدام آفیسر تسلیم میکنین و اونها به شما ورودی رو براتون میزنه، اون رو چی میگه؟ آن رجسترمو. لغت بعدی که هست دوستا لکختی امبارکمان، لکخت ده امبارکمان. بوردینگ پاس، کارت پرواز و یا بوردینگ پاس ما شما میگیم بوردینگ پاس. درست است نه؟ لغت بعدی که هست ابی سامپل، ابی سامپل، ابی سامپل. وان وی تیکت، بلیت و یا تیکت یک طرفه. البته دوستا بعضی اوقات بعضی لغت ها را با فارسی نوشته میگن، در این نوشته نمیکنن به خاطر که بسیاری هموطنای ما شما در کجاست؟ در ایران زندگی کرده و از طریق ایران آمده و زیاد مدت زمان در ایران زندگیشان تیر شده. آنها بعضی لغت ها را از دری کرده در فارسی بهتر استفاده میفهمن. دیگه به خاطر از او بعضی لغت ها را به فارسی نیز استفاده میکنن. درست است؟ بلیت هم تیکت میگوید، تیکت یک طرفه. ابیه علی ریتور، ابیه علی ریتور. ریترن تیکت، بلیت رفت و برگشت و یا تیکت رفت و برگشت. لا دوان، لا دوان، لا دوان. کاستوم، کاستوم. انگلیسی چی میگیش؟ کاستوم، گمرک. با معذرت. لغت بعدی که از دوستای گرامی چی است؟ لو کنترل دی سکیوریتی، لو کنترل دی سکیوریتی، سکیوریتی چک. بازرسی امنیتی و یا کدام جایی که امنیتی چک میشوین. لباگاژ اما، لباگاژ اما. carry on luggage. کیف های دستی و یا بایک های دستی. کدام بایک هایی که شما مثلا در میدان هوایی همراهتان میبرین یا در دستتان کشال میگیرین و یا در پشتتان میندازین، اون امور چی میگه؟ لباگاژ اما. لگاغ، لگاغ. گه خودتان میفهمین که در استیشن مترو استیشن اگاغ میگوید. استاسیون دی بوس، استاسیون دی بوس، استاسیون دی بوس. چی است؟ بس استیشن یا ایستادگاه اتوبوس. درسته دوستا؟ در اسلاید دوستا گفته شده که arrivé à votre destination.
getting to your destination. رسیدن به مقصدتان. حال شما چه قسم به مقصدتان میرسین، توسط چی میرسین، چه قسم میرسین. البته اینجا به شما پرپوزیشن داده شده. پرپوزیشن دوستا حرفای ربط میگوید که زیادتر اوقات ما شما استفاده میکنیم، میگیم توسط یا به واسطه. اینی چی میگه؟ ایره پرپوزیشن میگه به فرانسوی و به انگلیسی. با فرانسوی البته پرپوزیشن و به فرانسوی به انگلیسی برش پرپوزیشن میگه. ما شما برش حرف ربط میگوییم. کدام حرفای ربط که از اینها استفاده می شود در مقابلش مانده شده و در غیر از او نام بعضی چیز هست که شما میتونین یاد بگیرین و در آینده استفاده کنین. آن اویون، آن اویون، آن اویون به انگلیسی چی میگش؟ پلین، هواپیما و یا طیاره. توسط طیاره که شما سفر میکنین آن اویون. اگر همراه موتر میکنین چی میگین؟ آن وچیوغ، آن وچیوغ، آن وچیوغ. دلتان وچیوغ میگین، تلفظ درستش وچیوغ است یا دلتان وتیوغ میگین. درست است؟ کار، ماشین، موتر. درست است؟ آن اتوکار، آن اتوکار، کوچ، کوچ. البته کوچ اتوبوس میگه دوستای گرامی. کدام اتوبوس میگه؟ اما بس های را میگوید که یکی بس های است که در داخل شهر کار میکند، مردم در ترانسپورت برش کمک میکنه، و یک اتوبوس هایی است که در بین ملک ها مردم ها را انتقال میده، مانند اتوبوس هایی که از مثلا از فرانسه به دیگر ملک جرمنی و به دیگر همسایه هایش میره. اونمو را چی میگه؟ اتوکار میگوید. آن موتو، آن موتو، آن موتو، موتورسیکل، توسط موتورسیکل. آن کامیون، آن کامیون، لوری به انگلیسی برش لوری میگه. کامیون، کامیون از دوستای گرامی موترهای دینا مانند که به خاطر باربری و غیره استفاده می شود. آن باتو، آن باتو، بوت یا فری توسط قایق و یا کشتی. لغوپور، 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 ایرپورت چی مانا؟ فرودگاه یا میدان هوایی. آن مترو، آن مترو، بای سابوی با مترو. درسته دوستا؟ مترو مترو است، خودتان میفهمین. آن بوس، آن بوس، بای بس توسط چی؟ توسط بس یا توسط اتوبوس. البته اتوبوس بس هر توش یک چیز است. خب مثل قبلا به شما گفتم، بس تنها او است که سر داخل شهر کار میکند و اتوبوسی است که از شهر بیرون مردم میبره، مثلا از یک ملک دیگه ملک و از یک شهر دیگه شهر. آن تاکسی، آن تاکسی، بای تاکسی توسط تاکسی. اپیه، اپیه، آن فوت پیاده. درست است؟ مثلا شما میگین که je vais aller au marché à pied. ما به مخشه میروم توسط پای و یا به مخشه میروم پیاده. je vais aller à la gare au pied. ما به گار میروم پیاده. درست است؟ باز اگر مثال که توسط باسکل میروین je vais aller à la gare à vélo. à vélo توسط باسکل. به یک قسم دیگه باقی ماندهش خودتان جملات جور کنین تا که بهتر بفهمین. حالا vocabulaire français de base pour l'activité de plein air. Basic French vocabulary for outdoor activity. واژگان و لغت‌های پایه فرانسوی برای فعالیت‌های فضای باز. درسته دوستا؟ و یا قسم لغت‌هایی که به خاطر هوای باز و یا به بیرون از خانه. کدام لغاتی که شما بیرون از خانه به خاطر پیکنیک، به خاطر چکرتان استفاده میکنین در اینجا هست. به طور مثال لو پارک، لو پارک، د پارک، پارک خودش پارک دوستا. لا پلوز، لا پلوز، لا پلوز، د لان یا گراس. چی را میگه؟ چمن میگه دوستا. چمن چی میگه؟ پلوز. ا پیکنیک، ا پیکنیک به انگلیسی هم برش چی میگه؟ پیکنیک میگه. و
متاسفانه که ما شما پیکنیک میگیم. البته یا پیکنیک بگوین یا میله بگوین. البته میله که هست باز فکر میکنم که کلمه پشتو است. خب به هر صورتش فهمیدنش مهم است. درست است. دیگه پیکنیک دوستا همو کدام میله که ما شما همراه دوستای خودان، همراه وطنای خودان بیرون از خانه خود به طور مثال یا به کوه ها می رویم یا به چمن ها می رویم یا به لب بحر ها می رویم و چند دقیقه تجلیل میکنیم و ساعت خطیر میکنیم. اونمو را پیکنیک میگوید. لغت بعدی که است دیوغ. دیوغ دیوغ outside، خارج از، مثلا خارج از خانه. دیوغ لمیزون، بیرون از خانه. صحیح است. لا پلاژ. لا پلاژ. لا پلاژ the beach، ساحل. لو سابل. لو سابل. لو سابل sand، ریگ. لا piscine. لا piscine. لا piscine the swimming pool، حوض آبازی رو میگه دوستا. لا mer. لا mer. لا mer. میغ چی رو میگه دوستا؟ سی، دریا. لوسیان. لوسیان. لوسیان the ocean، اقیانوس میگه دوستا. امایوتیپا. امایوتیپا a swim suit، یک لباس شنا و یا یک لباس آبازی. الاک. الاک. الیک جهیل و یا دریاچه. نگه اگر دوستای ما جغرافی رو درست خوانده باشین نگه جهیل میفهمید که چی است. اباتو. اباتو ابوت، خودتان میفهمید که بوت چی است که قایق یا کشتی. لمونتاین. لمونتاین the mountains، کوها. لجاغده. 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 لجاغده the garden، یک باغ یا باغ. افلوغ، ببخشین اون فلوغ. اون فلوغ. دی فلوغ. ا فلاور یا سم فلاور، یک گل یا چند گل. اون پلانت. اون پلانت ا پلانت، یک گیا. ا عقب. ا عقب. ا عقب ا تری، یک درخت. لا ناتور. لا ناتور. لا ناتور. ناتور دوستا چی رو میگه؟ نیچر، طبیعت. درست است؟ طبیعت خودتان بهتر میفهمید که چی است. در اصطلاح دوستای گرامی گفته شده که ویکان سپیشال یا سپیشال هالیدیز، تعطیلات خاص یا رخصتی خاص. درست است که به طور مثال ما شما رخصتی خاص چی داریم؟ اولش از عید الفطر. البته در فرانسوی چه قسم تلفظ میشه؟ عید. عید. عید نمیگیم، عید الفطر. La fête de la rupture. La fête یعنی جشن، rupture جلایی یا جدایی. دیگه ما شما این جشن جدایی رمضان میگیریم نه؟ پس به می خاطر La fête de la rupture میگه، یعنی جشن جدایی از رمضان. عید الاضحی. عید الاضحی La fête de sacrifice. La fête de sacrifice، عید قربان. فت باز هم جشن میگه و sacrifice چی را میگه؟ قربانی را میگه. عید الکبیر. عید الکبیر Le grand fête، جشن بزرگ. رمضان و یا le mois de رمضان. رمضان و یا ماه رمضان که ما شما میگه ماه رمضان، ماه مبارک رمضان. چی میگه؟ اگه چی رمضان بگوین و چی رمضان بگوین، چی لمواد رمضان بگوین، یک معنا داره. البته دوستا این بعض رخصتی های عمومی مربوط ما شما مسلمان هاست. بعدا این کدام لغت ها را که میبینین این مربوط فرانسوی ها یا مردم غرب میشود که چی روزها دارن. درست است؟ به طور مثال میگن نویل. نویل. نویل چی مانا؟ کریسمس. کریسمس ما شما نیز برش کریسمس میگیم. Le jour de Noël. Le jour de Noël. Le jour de Noël. Christmas Day. روز کریسمس. Le réveillon de Noël. Le réveillon de Noël. réveillon
روز میگه، ببخشین شام میگه یا شب میگه. کریسمس ایو یعنی شب کریسمس و یا دیگر کریسمس. لافت دی نویل، لافت دی نویل، کریسمس پارتی یعنی جشن کریسمس. و لغت آخری که در اینجا داریم ژوایو نویل، ژوایو نویل، مری کریسمس، کریسمستان مبارک. به این قسم اگر به طور مثال شما میگین که مثلا عیدتان تبریک یا عیدتان مبارک، چه قسم میگین؟ میگین ژوایو عید الفطر، ژوایو عید الفطر، ژوایو عید الکبیر، ژوایو عید الاضحی. به این قسم. و دوستای گرامی، حالا که شما میبینین مو لیه على دکوراسیون، decoration related words، کلمات مرتبط با آرایستگی. دکوراسیون آرایستگی را میگه و یا امو ما شما، البته ما شما نداریم، زمانی که کریسمس میرسه اینها آراسته میسازنی، بعضی هم درختار میمانه و شمکار میمانه و دیگه و غیره و غیره. پس درباره از امو کدام لغت ها که استفاده میشه اینجا به شما جمع آوری کرده. آنج، آنج، اگر ایش نمیگی آنج، آنج. به انگلیسی چی میگیش؟ انجل، فرشته. درست است؟ فرشته. اون بوژه، اون بوژه، اون بوژه. کندل چی مانا؟ شمع، شمع. از سوخ دی اورژ، از سوخ دی اورژ، کندی کن. سوخ دوستا مطلبش بوره، اورژ امو کدام امسا. البته فرانسه قبلا با معذرت بگویم دیگه که یکمک ملک گشنه است که قدری چیزا نیست. خود در ملکای مثلا امریکا و کانادا در جایا که ببینی زیادتر آنها یک از شیرینی یک امسا جور میکنه که دو رنگ است، یک سفید سرخ و سفید سبز. اونمور چی میگه؟ سوخ دی اورژ. لغت بعدی که است اون کخت دی نویل، اون کخت دی نویل، کریسمس کارت، کارت کریسمس. اپوتی نویل، اپوتی نویل یا کادو دی نویل، کریسمس پرزنت، هدیه کریسمس. عقب، عقب دی نویل یا سپا دی نویل، سپا دی نویل، کریسمس تری، درخت کریسمس. اما کدام درخت صبر که اینها استفاده میکند اون بوده دلتان که سپا میگن یا عقب میگن، اردوش یک معنی است. انجو، 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 گیم، بازی. امیراکل، امیراکل، میراکلز، معجزه. میگه معجزه کردی، درست است نه؟ معجزه چی میگه؟ میراکل. پیر نویل، پیر نویل و یا هم پاپا نویل. چی مانا؟ سانتا کلاس. بابا نویل یا سانتا کلاس چی است؟ پیر نویل و یا بابا نویل شان است. خب لو سوور، لو سوور، لو سوور چی مانا؟ سوور، نجات دهنده. چی؟ نجات دهنده. لغت بعدی که است ا برژه، ا برژه، ا برژه، ا برژه. شپرد، شوپان و یا چوپان. ما چه استفاده میکنیم؟ دلتان شوپان استفاده میکنین، دلتان چه چوپان استفاده میکنین. چوپان هم کسی میگوید که مثلا گوسفند میچرانه و حیوانات میچرانه، اونو بره برژه میگوید. ا سولیه، ا سولیه، ا سولیه. شو، بوت و یا کریسمس ستاکینگ، کفش و یا جراب کریسمس. اما کدام یک جراب دارن نه یا یک بوت دارن که کلان می باشه در بین از دو تحفه ها را میندازد و باز زمانی که طفلا در مقابل امو سانتا کلاس منتا کلاسش میایه باز برای یک تحفه میگیره میزو میکشه، اون امور چی میگه؟ سولیه. لغت دیگه که هست که البته دوستای بسیار تکرار کردین باز هم آمده، لانیج، 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 سنو، برف. اون بول دنیج، اون بول دنیج، اون بول دنیج، سنوبال. گلوله برفی و یا دوب برفی و یا هر چیزی که خودتان میخوانیدش.
ابونوم دنیش، ابونوم دنیش. سنومن، آدمک برفی و یا اما از برف کدام آدم می سازد. لو پاپیه کادو، لو پاپیه کادو، لو پاپیه کادو. وارپینگ پیپر، وارپینگ پیپر. کاغذ هدیه، اما کدام کاغذی که شما هدیه یا تحفه تان پوش میکنین و به کسی میتین اونمو کاغذ چی میگه؟ لو پاپیه کادو، یعنی کاغذ تحفه. باز هم دوستا در کنکلوزیون هستیم که شما میتونین که ای درس در دیسکریپشن به طور معمول پیدا کنین، لینک دانلود کنین، لینک کلیک کنین، درس دانلود کنین و پرکتیس کنین بالایش. و در عین زمان باز هم عید سعید الفطر به دوستا و هموطنایم تبریک میگویم که خدا کنه که تا عید ما خوش و صحت و آرام باشین. تا درس بعدی به خدا یگانه و یکتا میسپارم میکنه. خدا حافظ، نگهدارتان.